درود بر شما، آرمین پیراستزاد هستم. این ویدیو یک ویدیو ساپلیمنتری و مکمل برای جلسه 4 آموزش معادلات دیفرانسیل. اگر خاطرتون باشه در اون جلسه در اثبات قضیه معادلات کامل ما به قضیه از حساب دیفرانسیل و انتگرال اشاره کردیم. اینجا ما میخوایم اثبات این قضیه رو در حقیقت خدمتتون تقدیم کنیم. خب ما در این قضیه در حقیقت میخوایم بدونیم که چه موقع دو تا مشتق جزئی آمیخته با هم برابر هستند. به عبارت دیگه ما میخوایم بدونیم که اگر ما یه تابعی مثل فی داشته باشیم که به x و y وابسته باشه، میخوایم بدونیم چه زمانی این دو تا عبارت با هم برابر هستند. یا به اختصار میخوایم این تساوی رو شرایط لازمش رو به دست بیاریم. خب فرض کنید که f یک میدان اسکالر باشه. اولا اینکه میدان چیست، میدان اسکالر چیست، اینها مباحثی هستن که ارتباط تنگاتنگی با تئوری مجموعه ها و منطق دارن. این هستش که از حوصله این بحث خارج هستن. نتیجتا شما این رو میتونید در حال حاضر به عنوان حالا یک تابع اسکالر در حقیقت فرض کنید. نکته دوم این هستش که ما اینجا مشتقات رو با دی نمایش میدیم، به گونه ای که اندیس این دی نشان دهنده اون مؤلفه ای از تاب است که مشتق نسبت بهش داره صورت میگیره. یعنی وقتی میگیم دی 1 f یعنی مشتق f نسبت به مؤلفه اولش، دی 2 f یعنی مشتق f نسبت به مؤلفه دوم، دی 1 و 2 یعنی مشتق اول نسبت به مؤلفه اول بوده بعد دوم و برای این سمت هم برعکس. خب حالا میگه فرض کنید که f یک میدان اسکالر باشه با مشتقات جزئی که ملاحظه میکنید روی یه مجموعه باز به عنوان مثال S. حالا میگه اگه یه نقطه‌ای چون AB از S وجود داشته باشه به گونه‌ای که در این نقطه این دوتا مشتق آمیخته پیوسته باشن، اون وقت با هم مساوی خواهند بود. پس قضیه داره به ما چی رو پیشنهاد میکنه؟ میگه که آقا اگه دوتا مشتق آمیخته در یک نقطه پیوسته باشن، اون وقت با هم برابرن. پس شرط این تساوی پیوستگی خواهد بود. اما اثباتش، فرض کنید که من نقطه A و B رو دارم. حالا میام در راستای افقی در همسایگی A تا آی به علاوه هاش این رو در حقیقت در نظر میگم و در راستای عمودی در همسایگی B تا B به علاوه K. بنابراین من با یه مستطیل مواجهم که روسش میشه A و B، آی به علاوه هاش و B، A و B به علاوه K و آی به علاوه هاش و B به علاوه K. خب من میام این دوتا سر رو مثبت میذارم، این دوتا سر منفی. حالا الان جلوتر توضیح میدم خدمتتون. فرض کنید من میام یه تابعی به نام دلتا که تابعی است از اچ و کا، یعنی طول این بازه ها در راستای افقی و عمودی. این رو به این صورت تعریف میکنم: مقدار تابع رو میام در هر کدوم از رؤوس این مستطیل در نظر میگیرم و بعد با علامتی که بهش اختصاص دادم وارد میکنم. یعنی الان A و B و آی به علاوه هاش و B به علاوه K بهشون مثبت دادم، پس توابعشون رو مقدار تابع در این نقاط رو با علامت مثبت و در این دوره‌ای که علامت منفی بهشون دادم مقدار تابع در این نقاط رو با علامت منفی وارد میکنم. خب این تابع دلتای منه. اما چرا من دلتا رو تعریف کردم؟ به خاطر اینکه میخوام دلتا رو از این طریق بر حسب هر کدوم از این مشتق‌های آمیخته بنویسم. بعد حالا چون دلتا به دو نوع نوشته شده، بنابراین اون دو نوع با هم مساوی خواهند بود و از اون طریق بتونم به گونه‌ای تساوی این دوتا رو با توجه به شرط پیوستگی نمایش بدم. خب پس هدف از تعریف دلتا این بود. حالا ببینید من میام یه تابعی فرض کنید به نام G که فقط به x وابسته است تعریف میکنم. G رو چی میگیرم؟ میگم f در x و b به علاوه کامنهای f در x و b. یعنی چی؟ انگار که بیام از این مستطیلی که تعریف کردم، از این همسایگی مستطیلی شکلی که تعریف کردم، بیام عرضهاش رو در نظر بگیرم، یعنی خطوط عمودی بر اونها. ببینید در این خطوط مؤلفه اول ثابته و مؤلفه دوم از b تا b به علاوه k داره تغییر میکنه.
بنابراین جی میاد فقط به همین ترتیب فقط وابسته به x خواهد بود دیگه، چون مؤلفه دوم کل بازه رو داره در بر میگیره. خب اگه جی رو من به این صورت تعریف کنم، دلتا قابل تبدیل به جی هست. چگونه؟ خب این دو عبارت اول اگر دقت کنید دقیقا شبیه جی هستن. چرا؟ چون مؤلفه اول توشون ثابته و مؤلفه دوم از بی تا بی به علاوه کا تغییر کرده. بنابراین میشه جی آی به علاوه هاش. این عبارت هم باز دوباره همین صورت جیه، چون مؤلفه اولش ثابته و مؤلفه دوم از بی تا بی به علاوه کا تغییر کرده. پس اینم میشه جی آ. برای این دلتای هاش و کا میشه جی آی به علاوه هاش منهای جی آ. خب اینو داشته باشیم. حالا اگه خاطرتون باشه تو حساب دیفرانسیل انتگرال ما یک قضیه داشتیم به نام قضیه مقدار میانگین. چی میگفت؟ میگفت اگه یک تابعی چون f در بازه بسته آ و ب در حقیقت پیوسته باشد و همچنین مشتقاتی در بازه باز آ و ب داشته باشد، آنگاه نقطه‌ای چون C در بازه آ تا ب وجود داره به گونه‌ای که تفاضل مقدار تابع در بی و آ برابر است با مشتق تابع در C ضرب در طول بازه. یعنی چی؟ یعنی آقا اگه من یه تابع پیوسته رو بازه بسته آ و ب داشتم که این تابع در همون بازه البته بازش مشتق داشت، به جای اینکه بیام تفاضل تابع در دو سر بازه رو حساب کنم، میتونم طول بازه رو بگیرم ضرب در مشتق تابع در یک نقطه‌ای چون C کنم که این نقطه بین آ و ب وجود داره. خب در ضمنم بگم که حالا تو پرانتز عرض کنم علت این که ما اینجا میگیم مشتقات در بازه آ و ب باشن به این دلیله که شرط اول مشتق پیوستگی است، شرط لازمش، و پیوستگی دو سویه. چون حالا آ و ب دو سر بازه هستن پیوستگی فقط یک سویه است، بنابراین ما مشتق رو میایم در بازه باز تعریف میکنیم. خب این قضیه مقدار میانگین رو دیدیم. حالا برمیگردیم به همون جایی که بودیم. دلتا رو گفتیم به صورت جی آی به علاوه هاش منهای جی آ میگیریم. خب گفتیم اف و مشتقاتش پیوستن، بنابراین جی هم که بر حسب اف نوشته شده پیوسته است. پس این یک تابع پیوسته است بر روی چه بازه‌ای؟ بر روی این همسایگی مستطیلی شکل که می‌بینید. یعنی چی؟ یعنی تو بازه افقی آ و ب تا آی به علاوه هاش و ب هم پیوسته است. پس چون تو این بازه پیوسته است، من این تفاضل رو به جای اینکه یعنی این تفاضل رو حساب کنم میتونم بگم چی؟ طول بازه که هاش هست ضرب در مشتق تابع در یک نقطه در این بازه که اون نقطه رو من x1 میگیرم. بنابراین دلتای هاش و کا یا همین عبارت میشه طول بازه ضرب در مشتق جی در x1 که نقطه‌ای در این بازه است. خب خیلی خوب، مشتق جی رو حالا من به جاش میام بر حسب f میخوام بنویسم. انگار از دو طرف این عبارت من مشتق بگیرم. درسته؟ مشتقم چون نسبت به x، پس انگار از دو طرف این عبارت نسبت به x مشتق بگیرم. پس یکی میشه d1 f، بعد در چه نقطه مشتقم بود؟ در نقطه x1 دیگه، پس میشه d1 f در نقطه x1. اینم که ثابته b به علاوه k، این طرف هم به همین صورت مشتق f در x1 و این ورم که ثابت b. خب پس دلتا رو تونستم به این صورت بنویسم. باز هم گفتیم که هم f هم مشتقاتش پیوستن، بنابراین چه اتفاقی میفته؟ من این رو هم باز چون این در طول بازه b تا b به علاوه k پیوسته است، چون تو این مستطیل پیوسته است دیگه، بنابراین از قضیه مقدار میانگین دوباره استفاده میکنم. به جای اینکه این تفاضل حساب کنم میام طول بازه که k هست رو ضرب میکنم در مقدار مشتق این تابع در چه نقطه‌ای؟ در یک نقطه‌ای در طول این بازه. این نقطه رو اسمشو میذارم y1. بنابراین میشه k ضرب در حالا مشتق d1 f در نقطه‌ای به نام y1، چون مشتق اینجا نسبت به در حقیقت مؤلفه دومی پس 2 میشه. بنابراین دلتا رو نهایتا میتونم بگم h ضرب در k در مشتق آمیختش.
در نقطه x1 و y1. حالا به همین ترتیب اینجا ما اومدیم روی خطوط عمودی کار کردیم. اگه برعکس بیایم روی خطوط افقی کار کنیم، یعنی مؤلفه دوم ثابت باشه و مؤلفه اول از a تا i به علاوه h تغییر بکنه، ما میتونیم به جای اینکه اینجا gx رو تعریف کردیم، اینجا به جاش h در حقیقت y رو به این صورت تعریف میکنیم، یعنی مؤلفه دوم ثابت نگه می‌داریم و مؤلفه اول از a تا i به علاوه h تغییر میکنه. همین روند بالا رو طی میکنیم. این بار دلتا h و k میشه این. ببینید اولی مشتق آمیخته 2 و 1، یعنی از 1 مشتق گرفته شده بعد از 2، اینجا برعکسه، از 2 مشتق گرفته شده بعد از 1. حالا چون جفت اینا برابر با دلتا هستن، بنابراین با هم مساویان. میایم صفحه بعد، ببینید اینا با هم مساوی شدن. حالا h کار رو من از دو طرف خط میزنم، پس این دوتا با هم برابر میشن. قبوله. اما این فعلا تو نقطه x1 و y1 که عذرخواهی میکنم، سید من با این رنگ دیگه بنویسم. ببینید اینا تو نقطه x1 و y1 که گفتیم x1 یه نقطه ای تو این باز است، مثلا ببین خب در حقیقت y1 هم گفتیم یه نقطه ای تو این باز است مثلا. خب بنابراین این میشه نقطه x1 و y1. حالا گفتیم در این نقطه این تساوی وجود داره. حالا برای اینکه ثابت کنیم در هر نقطه این تساوی وجود داره چه کار میکنیم؟ گفتیم آقا این بازه رو خودمون گرفتیم دیگه که مؤلفه اول از a تا i به علاوه h تغییر میکنه، مؤلفه دوم از b تا b به علاوه k. حالا اگه من بیام این h و k رو میل بدم به صفر، یعنی اینجا به عبارت دیگه ببینید انگار هی این مستطیله رو من بیام کوچیکتر بکنم، این جهت کوچیک شدن میذارم اینجا، هی انگار اینو کوچیکتر و کوچیکتر بکنم تا میرسم به خود نقطه A و B. چون پیوسته هم هست مشکلی ندارم از این نظر. پس اینو اگر میل بدم به صفر، این دوتا مشتق آمیخته در نقطه A و B با هم برابر میشن و چون گفتیم A و B نقطه دلخواه هستن تو اون بازه‌ای که در نظر گرفتیم، بنابراین در هر نقطه‌ای که تساوی پیوستگی وجود داشته باشه، این تساوی هم برقراره. این بود از اثبات این قضیه. با تشکر از توجهتون. تا جلسه بعد، خدا نگهدارتون باشه.